در سوره اسراء می‌فرماید فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیهم عبادا لنا. وقتی این صهیونیستا رو وعده ما به سر میرسه، بندگانی رو از خودمون مبعوث میکنیم. اینها انسانهای بسیار قدرتمندی هستن، میرن دونه دونه این صهیونیستا رو از خونه هاشون بیرون میکشن و انتقام میگیرن و نابود میکنن. مکرر در روایات از امام صادق، از امام باقر پرسیدن این بندگان قدرتمند سختگیری که صهیونیستا رو از خونه هاشون میارن بیرون و نابودشون میکنن کیا هستن؟ فرمودن ایرانی ها هستن. از خانه های اسرائیلی ها فاصله بگیرن، همه فاصله بگیرن، کسی به سمت اونها نره. اونها دیگه چیزی به نابودیشون باقی نمانده. یبن الحسن، ما پای قدم تو اسرائیل را نابود خواهیم کرد.